سلام ای دل، سلام ای نوری دیده، سلام بر مردمی فرهنگ دیده. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، مخلصان برنامه نوین ما صحبت. امروز ما باز تصمیم گرفتیم هم صحبت نوبتی را به صحبت دعوت کنیم و آن ناگفته های قلبشان را، آن سخنها، آن تاریخی که طول اینقدر سالها در خدمت مردم بودند پیشکش شما کنیم. امروز همراهی ما در برنامه صحبت استاد چندین صنعتکاران، استاد عزیز ما که آوازشان در تمام روی دنیا محبوب و مشهور گشته است. استاد سلیم جان غیاث می باشند. السلام علیکم. سلام علیکم. و سلامی خود را می توانید به کل مخلصان رسانید. سلام و درودی بی پایان به مخلصان، به خوشداران صنعت، به همتان سلامتی، تینجی و آبادی. مردم ازبکستان ما همیشه سربلند باشند الها. همیشه الله در پناهش نگهبان باشد، نگهدار. البته بگذار به صاحب استقلالی ازبکستان عزیزمان، به آسمان مصفا و آزاد و آبادی ما هیچ وقت چشم نرسد و این چنین روزهای بهترین که صنعتکاران فقط طرفدار توی و تنتنه ها هستند همیشه باشد. ما آغاز میکنیم از سوال نوبتی. قریب همه میشناسند و برای آن شخصیت هایی که نمیشناسند کمی از تاریخ خود نقل کنید. سلیم جان خردکک در کجا تولد شد، کدام مکتب را خواند و به این درجه انسانی شخصیت بزرگ رسیدن تا چه قدم ها را پس سر کردن؟ حسین جان عزیز، شما هم نامی پدری من 26 می سال 1959 در دهه زیبا منظری آهلیک در همین شهری باستانی زیبا سمرقند عزیز ما به دنیا آمدم. پدر و مادرم باشند شادروان، پدرم معلم، شادروان مادرم هم معلمه بودند. من از سن 7 سالگی به مکتب میانه رقم 18 دهه آهلیک، همان دور به نام لمناسف بود، در همانجا 10 سال تحصیل گرفتم. سال 1976 بعد از ختم مکتب با آزمایش سرودخوانی ریان آمده جای اول را گرفتم. بعد از آن به ولایت آمدم. وقتی که به ولایت برآمد کردم در آنجا هم جای اول را گرفتم. بعد از همین مرا به خانه مدنیت ریان سیاب به کار دعوت کردم. من در همانجا 2 سال چون میتدیست شده کار کردم. بعد از آن در یکی معرکه های همین شهری سمرقند باستانی ما با بسیار یک طبیب نامی پروفسور مطلوب سمیبایف هم صحبت شدم. آن شخصی بزرگ از من پرسیدند که فرزندی عزیز شما از کجا؟ من گفتم من از دهه آهلیک، از همین سمرقند باستانی. بعد از من پرسیدن شما در یگانجا میخوانید؟ من گفتم نه، من صنف 10 را تمام کردم و در همین خانه مدنیت ریان سیاب چون میتدیست من کار میکنم. بعد اون کس گفتن شما میخواهید خواندن؟ من گفتم ها. و من گفتن شما اگر خواندن را خواهید باید شما به اینستیتوت پداگوژی داخل شوید و در همانجا خوانید. با تکلیف همین انسان بزرگ من رفته به اینستیتوت دولتی سمرقند به نام صدرالدین عینی داخل شدم. در همانجا 4 سال تحصیل گرفتم. بعد از ختم اینستیتوت در یک
چند کنسرت ها ما با استاد صنعت، ارتیست خلقی SSR جوربک مرادف هم صحبت بودیم. چندین کنسرت ها را همراه ما می رفتیم، کنسرت همین استاد را تماشا کرده، بعد از کنسرت هم صحبت می شدیم، می نشستیم. چندین بار به من تکلیف کردن که سلیم جان شما به دوشنبه بید با ما همراهی کنید. و چخیل بود که همین سخنهای استاد بر دلم الهام بخشید. بعد از ختم اینستیتوت من به مکتب 18، به همون مکتبی که من در همانجا تحصیل گرفته بودم، 2 سال معلمی کردم. معلمی، هم معلم زبان ادبیات هم معلم موسیقی بودم. بعد از هم تکلیف استاد من گفتم باید من به نزد استاد روم. سال 1984 من به شهری دوشنبه رفتم، به انسمبل خدمت نشان داده دولتی تاجیکستان، انسمبل لاله، در همانجا حافظی کردم. بعد از 10 سال در همانجا من در ساحه صنعت حافظی کردم، انسمبل. چندین دولت‌های خارجی را با کنسرت های خود گاسترول بودیم. در مسکو، در بلاروسیا، در مولداویا، در چکسلواکیا، در فرگه، و در همون در فرگه میگفتن، در همون دولت ها ما بسیار کنسرت ها داده بودیم. بعد از که در تاجیکستان چندین همین جنگ و جدل ها سر شد، من بازگشت به وطن، به سمرقند باستانی، به ازبکستان جان ما آمدم، به دهه آهلی. بعد از آن باز به دهه خودم آمده در همین مکتب 18 معلمی کردم. در همین مکتب وقتی که من کار میکردم، در ریان ما آزمایش معلمانی موسیقی شد، آوازخوانی. در همین جا باز من جای اول را گرفتم. باز به ولایت من را فرستاندن. در ولایت هم من جای اول را گرفتم. بعد از این ما را به تاشکند آزمایش ریسپوبلیکوی فرستاندن. در آنجا من جای 3 را گرفتم. بعد از آن آمدم چندین سال در همین مکتبی خودم کار کردم. من حاضر 6 سال باز که من در نفقه 6 سال شد. عائله 2 پسر دارم، 1 دختر دارم. قریب که 10-12 نبیره ها دارم. نبیره کلانی هم حاضر راهی مرا گرفته از سندکار، هم معلم موسیقی در همون مکتبی که من معلم بودم، در همون جای من حاضر معلم موسیقی شده کار میکند. نبیره کلانی من. 1 نبیرچه خوردم حاضر در انستیتوت زبانهای خارجی داخل شده، در همانجا میخواند. شبنم. نبیره کلانیم سیاووش. باز 1 نبیرچه دارم، شاه جهان. اون کس هم راهی صنعت برای من با راهی بابا رفته ایستادن. همین من خدا کند که همون نبیره ها خیلی که قدم به قدم من راه شما را زیر کرده ایستادن تا آخر به چنین درجه رسند، انسانی برکمال شوند و بزرگ شوند. ما تا تیاری دیدن امروز برنامه از شخصیت هایی که همراه شما دوستی دارند، نزدیکی دارند، سوال ها رو تیار کردیم و گفتند که ما خرد بودیم. یکی از آن نزدیکان شما، خویشان شما خرد بودیم در خانواده همون سلیم اکیم، در خانواده پدرشان که پدر معلم، خودتان نامبر کرده، روحشان شاد باشد. مادرتان معلمه، در آنجا بسیار صنعت را دوست می داشتند و خودی پدرشان هم کم کم زمزمه می کردند. پدرم هم زمزمه می کردن. اولین استادی من پدرم. و من هم در آن وقت روباب می گفتن.
پدرم می نواختن، بعضی سرودها را خودشان می خواندن. پدرم بسیار یک آواز برجسته داشتن، لیکن پدر که راه صنعت به نرفتن، لیکن یک از معلمی تاریخ بودن. البته راه صنعت را نگرفته باشند هم خداوند برای شما این استعداد را تحفه ساخت و به چنین درجه رسیدید که استادی ما هستید. رحمت. سرودی شما هم در خارجه و هم در وطن محبوب ما ازبکستان عزیزمان مشهور شده است. بسیار بسیاریش ما چند تاش را در اینجا خواستیم پیشکش کنیم برای شما. هوایش نکهت گلها شمیده. چخیلی که شما گفتید زبان ادبیات را ختم کردید. ما در چاربینی ها، در توی ها میبینیم که از خودی ما زیادتر، ما حالا شاگرد یک قطره از استاد هستیم، استاد همچون دریا باشند، ما قطره هستیم و چنان شعرها را، نه فقط سرود را، شعرها را به درجه بلند رسانده بهر مخلصان خود میرسانند. میخواستیم من همین سرود را شعر کرده برای مخلصان زمزمه کنید. این شعر بسیار یک تاریخ عجیب دارد. بسیار یک فرزند عزیزی پدر، نویسنده بزرگ شادان حنیف، اصل جای زایده شدگی انسان زادگاهشان این دهه آهلیک است. فرزند همین دهه زیبا منظر آهلیک شادان حنیف در خدمتی در افغانستان بودن، یادی وطن، یادی سمرقند، یادی ازبکستان کرده، در همانجا همین شعر را نوشتند. هوایش نکهتی گلها شمیده، نوایش سازی عشاق آفریده، وفایش لطف احسان پروریده، منم عمری ثناخوان سمرقند. در این وادی کسی پیری نبیند، کسی رنج و کسی خواری نبیند، کسی زینجا دل آزاری نبیند، سرم خاکی زرافشانی سمرقند. گلاندام است و دلبر دخترانش، شرفمند است هر پیر و جوانش. گلفشان است باغ و بوستانش، منم قربان یاران سمرقند. هوای و آب و نانش یاد کردم، زمین و آسمانش یاد کردم، و اهلی مهربانش یاد کردم. سرا شادی تو خوبانی سمرقند، سلیم اهلی غزلخانی سمرقند. ای رحمت. البته هر باره که در توی ها آواز استاد را میشنویم بسیار با حسیات و احساسات میشویم که استاد ما چنین انسانی بزرگ هستند. استاد، اولین سروده که شما سراییدید در پیش چند نفر انسان بود و کدام سرود بود و با کدام احساسات شما این سرود رو زمزمه کردید؟ اولین سرودتان. بار اول در سن 11 سالگیم سرود اولین من برای مادر در نزد پدرم، در نزد دوستان پدرم نشسته بودن. وقتی که پدرم مهمان ها روباب را دیدن، اسباب نوازنده را دیدن، گفتن که این را کی می نوازد؟ پدرم گفتن این پسری ما حافظ شدن، یک سرود خواند. گفتن در سن 11 سالگی من اولین سرود خواندگیم هر سحر می خیزم و یادم به یادی مادرم، گل به گل می پیچد جیگر کباب مادرم. با همین سرود اولین حافظی من سر شده است. تا حال در خاطر داره؟ در خاطر دارم من. البته در خاطر دارم. در صنعتکاران در بسیاری ها دیدم و شنیدم، بعضی ها تن میگیرند بعضی ها نه. یگان سروده که خواندید و بعد از خواندن این سرود
آن معنی سرود را در حیات خود دیدید یا به حیات خود آمد؟ البته این چندین سرودها را من میخوانم. برای ما سرودخوان ها نه بلکه با زبان مادری، بلکه با زبان دولتی ازبکی، با زبان روسی، با زبان ایرانی، افغانی، جای می شود که با زبان هندویی هم سرود میخوانیم ما. لیکن بعضی سرودها هست که حیات هر یک انسان در همان گفته گذشته است، در همان سرود. از همون بعضی مصرع های در همون شعر که هست، همون در حیات همون از پیش نظرتان بگذار. چون آبی دریا از پیش نظر گذشته می رود. البته یک واقعه خاطرمان و شوق‌آور که در حیات شما شد، یا در توی، یا در جوانی، در نزد دوستان، یا در همسنفان، یا در یگان چاره‌بینی که حاضر غمگین و با یک تشویش باشد، آن لحظه های جوانی را خاطر رسان کرده خرسند می شوید. چون این واقعه ها هست در حیات ما. کمی اش را نقل کنید. این دوره های استودنتی دوره های طلایی می گویند. البته دوره های استودنتی دوره های طلایی بود. از بس که من حافظ بودم بسیار وقت مرا به مرکه ها گفته می رفتن، از درس دیر می ماندم. بعضی وقت در روزهای امتحان ناآمدگی روزهای هم شده است. و من استادانه که به من درس تعلیم می دادن بعضی خفه می شدن که برای چی این در روز امتحان نیست گفته. لیکن من همه دوره ها همین خیلی بودم، مجبور بودم رفتم. بعضی کنسرت ها می شد، من در کنسرت ها باید اشتراک کنم. توی مرکه های بسیار انسان های نازک می شد، من علاج نداشتم که نه گفتم و مجبور می رفتم. همین خیلی یک دوره ها شده بود و یک روز امتحان من رفته نتونستم. بعد از فردا من فاکولتیت برفتم و در فاکولتیت دیکنم شادروان قاسموف بودن، بسیار انسان عالی جناب، انسانی بزرگ. مرا هم تو دیدند و گفتن سلیم جان بچه‌ایم، همین دامله ها رو من به خانه تان فرسانم، خانه تان بفرسانم. چوه دامله؟ گفتم خیلی شما اومده از اینجا به تشویش دادن شما رفته خانه تان به امتحان گفته بیان میلش میام. همین یک صحبت های عجایب شده. ای دامله بزرگ همین خیلی روزها از سر انسانیت میگذشته است. دوره های جوانی بود، دوره های شوخی بود. برای همین لایق بزرگ گفته است که جوانیم، خوشی های جوانی را نمیدانیم، به یاد زندگانی زندگانی را نمیدانیم. بس دل تشنگانی مهربانی و نوازش ها، ولی خود دلبری و مهربانی را نمیدانیم. اصلا صنعتکار انسانی هست که نه فقط از دل مردم بلکه از دل همون نوازنده های خود هم جای گرفته باشد. و صنعتکار آن شخصیتی هست که در صحنه آواز خود را به تمام مردم میرسانند و در پشت صنعتکار نوازنده ها جای خود را دارد. در اینجا یک سوال داشتیم که برای صنعتکار، هنرمند، نوازنده ها تا چی درجه رول اجرا میکنند؟ باور کنید که حسین جان، نوازنده هایی که هستن، من اکنون به فکری من ممکن من خطا میکنم، لیکن برای من 50-60% همون سرود زیباگیش، دلچسب بودنش و مردم گوش خراش نه بلکه گوش رس شدنش، همین نوازنده ها سبب دارند. نوازنده ها الهام حافظ را میارند، الهام حافظ را.
باز یک طرف دیگر دارد که حافظ باید هر مصرع‌های خواندگی خودش را باید معنایش را فهمد. البته وقتی که وی معنای همون هر یک مصرع را میفهمد به خودش گفته هضم میکند، به مردم همان چیز را رسانده میتواند. البته این خدمت نوازنده ها بلند است. نوازنده ها ما در امارت به زبان رسوگیم فوندامنت میگیم ده. اینها انمو فوندامنتی صحنه برای حافظ انمی خیلی فوندامنت شده میستان. اینها خدمتشان کلان نوازنده های. شما خوشبختی انسان رو در چی میبینید؟ خوشبختی انسان را من در آن میبینم که اولش برای انسان خوشبختی تینجی عائله، تینجی فرزند و نبیره ها، پدر و مادر در سرکتان حیات باشند، دعاگوی قبلگاه شما باشند، از این بختی زیاد برای انسان نبودگی است. البته خوشبختی انسان در تینجی حیات، در تینجی عائله، فرزند و نبیره ها من میبینم. در سالمی عائله. در سالمی عائله البته. کدام فضیلت‌های انسانی را شما فضیلت‌های بهترین میشمارید؟ حسین جان باز یک همون مصرع های استاد، در حقیقت انسان بزرگ استاد ما جوربک مرادوف، دوستی بهترین استاد صنعت ازبکستان شیر علی جورایف، من چون این مصرع ها را آورده سرود خواندن، هست هر گونه گری ها در زبان مادری، زرگری، سوداگری، غارتگری، اغواگری. هر گری یک حسن دارد، یک عمل یک جاذبه، لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدمگری. رحمت. همین سخنها را اگر هضم کنن بس است. بس است. البته استاد ما نه فقط صنعتکار، در خاندان پدر، برای نبیره ها بابا، برای ما شاگردان استاد هستند و در انا همین قطر وظیفه ها باز یک وظیفه کلانترین دارند و در یک کوه کلان باغی را ساختند. حالا در آن باغ نیز مهمان میشویم و پیشکش میکنیم برای شما. آن باغ همچو صحرا بود، از دست چنین هنرمند، از دست چنین ابرمرد باغ و بستان گشت. و میپرسیدم که شما خود نیز باغبانی میکنید، در آن باغ زیبایتان کدام گلها را دوست میدارید و کدامش را بسیارتر پرورش میکنید؟ در آن باغی که من در آنجا باغ آراستم، اولش چندین شاگردها، چندین دوستها میپرسند که سلیم اکا، اکای سلیم، نام باغ را چی ماندید؟ من به سوال آنها جواب میدیم حسین جان، آنجا باغ عندلیبان است، باغ بلبلان است. چون که هرگاه که ما همراه شاگردان، من دوستی عزیزم هم شاگردم هم گویم خطا نمی کنم، مردان جان عزیزی ما، مردان جان مولانا ارسطی خلقی دو ریسپوبلیکای ما، شاگرده که عزیزم وهابالدین بحری ارسطی خدمت نشان داده جمهوری ازبکستان، طلعت جان است، محمد جان است، مومین جان است، عظیم جان است، عنایت جان است، دلیر، سنجربیک، اینها هم نامشان را گیرم. بسیار بسیار شاگرد ها وقتی که کمی غمگین خسته شوند به من زنگ میزنند که استاد هم باغ اندلیبان رویم با همراه دم گیریم. ما برای همین اونجا باغ اندلیبان، همین اندلیبان سمرقند باستانی ما بسیار بسیار همراهی ما رفته در همونجا دم میگیرن. چون که من با یک هوس
با یک هوس هم باغ را آراستم، باغ تشکیل کردم در همونجا. من بسیارتر در آنجا اگر خطا نکنم یک 800 دانه گلی صدبرگ شناندگی من در آنجا. یگان خطا نکنم اگر یک 300 دانه زیاد ارچه یعنی ارچه شناندگی. درخت های سیب دارم، درخت های مرود دارم، درخت های گیلاس، آلبالو، قرالو، زردالو، توت. یگان میوه نیست که در آنجا نباشد. من با یک مهر در همون مهر مانده همین نهالا را شناندگی من. باغبانی خیرتمند. هم درختان میوگی و هم منظروی. منظروی البته بعد از نوروز ماهای اپریل که همه جا سرسبز و یک عروسی سال می آید، ما مهمان می شویم از آن باغ. پرچه ای را پیشکشی شما عزیزان میکنیم. اگر سلیم جان غیاسوف در حاضره دور و زمان تولد می شدن و اینقدر این ترقیات ها و کسب های نو پیدا شد، باز کدام کسب را انتخاب میکردند؟ باور کنید که از بار دیگر به دنیا می آمدم من کسب معلمی و همین کسب صنعتکاری را انتخاب می کردم. چون که از پدرم، از پدری مهربانم، از مادرک مهربانم به من این میراث است. البته میراث. از صنعتکاران جهانی کیها را بسیار دوست می‌دارید و با کیها مخلصی میکنید یا کرده اید؟ بسیار من سرودهای حافظ افغان، احمد زایر، حافظه بسیار یک مشهور ایران، گوگوش. از حافظهای روسیه باشد بسیار دوست داشتم. حافظ دوست داشته من گازمانف. بسیار دوست می‌دارم سرودهای همه این حافظ را. از ازبکستان خودم باشد استادی ما، من نو تکرار کردم، دوستی نزدیکترین استاد ما شیرعلی جورایی، شادروان آرتو قاطجان، بابا مراد همدم. از یاشها باشد حاضر سرودهای روشنجان کامیلوف، ایلهام جان، بسیار دادرک های عزیزم. اینها با اینها هم صحبت شده. بسیار حرمت میکنم سرودهای همین انسان را. آقا بیک بسیار زیبا میخوانند. آقا بیک شاگرد های همین استاد شادروان آرتو قاطجان. اکنون در تاریخ صنعت شادروان آرتو قاطجان، شیرعلی جورایی، با مراد همدم، شادروان کامل جان اوتانیاز، اینها بسیار یک مکتب خود را گشاده، یک مکتبی نو برای ما ماندن. مکتبی نو گشادن برای ما. در حق اینها چقدر ما سخنوری کنیم کم است. البته. در هر خاندان و در هر یک نشست ها طعام ها را بهترین پدران میپزند، پیشکش میکنند. آخرین طعامی که شما پختید و طعامی که شما بسیار میپزید و تیار میکنید، دوست داشته ترین طعام شما؟ بهترین دوست داشته ترین طعام من پلاو خان توره. هاشی پلاو. در همین جا گفته گذرم، در حقیقت بین صنعتکاران ازبکستان و تاجیکستان بسیار یک کارهای عجیب، کارهای دلچسب گویم، خطا نمیکنیم. این رحمت اولش دو پدری ملت به. البته دو پدری ملت همین خیلی برای ما شرایط های عجیب کردند که بین ازبکستان و تاجیکستان همین خیلی مهر و عاقبت از این هم مستحکمتر. من در روزهای نزدیک، من شما خبرتون از حسین جان هم
چندین حافظ های ما در تاجیکستان بودن، چندین حافظ های تاجیکستان در ازبکستان بودن. این البته رحمت به پدرهای ملت، پرزیدنت ما شوکت جان میرمانویچ، انا پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، همین ها بسیار برای مردم ازبکستان و تاجیکستان خدمت های شایان کردند. همیشه در سر همین مردم ازبک و تاجیک همه وقت سایبان باشند، ساق و سلامت باشند. باشند، همیشه باشند. خدمت های شایان برای خلق بسیار کردن اینها، رحمت اینها. من ببینید دولت ما تینج، از این دولت تینجی در روی دنیا هست؟ نیست. این همش سببش که سر و سر کرده ما همین خیلی انسان های بزرگ. همیشه بختی ما به بختی ملت ازبک و تاجیک به پدرهای ملت زنده و سلامت باشند. و سوال نوبتی میگذاریم که در بالا قید کردیم، در کجا اول از همه تمامی بهترینتان رو پختید؟ در نزدیکی آخرینش. در نزدیکی در همین باغی که باغ اندلیبان، در همونجا من پلاو خانطبره پخته بودم. بار اول نیم من که در وقت تاجیکستان ما به گسترول می رفتیم، به شهرهای روسیه دیگر شهرها می رفتیم، همراه خود کشته می رفتیم، منم دیک کشته می رفتیم و در همونجا پلاو می پختیم. از همان دوره ها این خصلتی پزندگی به من آشپزی هست. یک سوال آمد در اینجا که از مخلصان، شما با لفظ خیلی که روسی گفتیم صنعتکار مدرن گویه می شود؟ از استیل و از سر و لباس باشه. من شخصا فکری من هم خیلی است که استاد ما از زمان هیچ وقت خفا نمیمانند. در هر توی یگان مرتبه ندیدم که با یک خیل کاستوم برو آمده باشند یا با یک سر و لباس خانگی آمادگی باشند. البته با اتیکا و استتیکای صنعت رعایت میکنند و در چاره‌بینی ها، ولیکن همچون یک جوان 18 ساله روی صحنه هنرنمایی میکنند. و فکری خودتان چی خیلی؟ حسین جان فرزند عزیز، این را باید مخلصان برای ما بها دهند، شنونده های ما. لیکن من یک چیز را گفته گذرم به اهل صنعت، به شاگردانم، به استادانم. این استادانم به البته عذر نصیحت نه یا یگان تکلیف بیم نه، اولش به شاگردانم. باید ما همه دانیم که در توی و معرکه های خلق ما چون اکرانی توی خانه هر یک سرودی که ما میخوانیم در همون جا شنونده های ما هیچ نباشد یک 50% 60% مردم هر یک تا سرود خوانده ما رو تحلیل میکنن، به صحنه نگاه کرده بعضی جوان ها از ما عبرت میگیرند که ما چخیل پوشیم، چخیل گردیم، چخیل سخنوری کنیم، چخیل با خلق معامله کنیم. همین البته این اتیکا، استتیکا، مدنیت بسیار وقت مردم از ما میگیرند، همین رو میآموزند. برای همین این رو من گفته نمیتونم که من بسیار یک ماد نگفته نمیتونم خودم. این رو باید خلق، شنونده ها، مخلصان ما بها دهند. کامنتاری بنویسید. برای نگاه داشتن مناسبت خوب در عائله چی مهم است؟ من در نزدیکی در یک تلفن یک چیز را دیدم، همون رو گویم. در عائله وقتی که زن
عصبی شود باید دهان خود را محکم دارد. مرد عصبی شود باید چشمش را پوشد. من هم تو در همه جا دیدم، البته در عائله می شود، بعضی در همه جا میشه، در همه جا این هست. باید اولا انسان عصبی خود را آرام دارد، صبر و قناعت کند. بیهوده نگفتند که بزرگان از صبر و طاقت یافتند. چقدر در عائله زندگی عائله وزنینی دارد، سبوکی دارد، تلخی دارد، شیرینی دارد. به همش باید انسان به صبر و به طاقت باشد. البته پدر بودن، پدر این یک شخصیت بزرگ است. در منبع ها، در کتاب ها آمده است پدر همچو دریا، پدر شاهستون، پدر قهرمان زندگی فرزند است. هم پدر بودن چه خیلی آسان است یا مشکل است برای مرد؟ اون اون انسانی که تا پدر نشود به قدری پدر نمی رسد. رحمت. وقتی که پدر می شوی به قدری پدر می رسی، چون که خود همون دوره رو حس کرده، همون دوره هایی که جوان بودی پدرت به تو چخیل نصیحت میکردن، تو از نیمش رو گفته نیمش رو از یان گوشت جواب میدادی از سخنهای پدره. وقتی که به پسرت همین گپ، خودت همین گپ رو میگی، بعد با تو آمده میرسد که ای پدر من کیست؟ پدر کیست. در همه وقت میفهمی. در بالا قید کردید که دو پسر و یک دختر چندین نبیره ها دارد. فرزند دخترش به است یا پسرش؟ همه فرزند به است. برای پدر از همه مهربان ترین کدام؟ مرزا ترسنزاده چون این سطرها را آورده: جام پسر نقلی جوانی، باش زیبی بوستان، میوه های شکرین ده از تو امیدم کلان. رس به قدری نورسی تا بر کمالات رسی، دان که دوری نورسی توست دوری امتحان. یک جوان شوکی بین خلق بالا کرده سر، با سرافرازی پدر گوید که من دارم پسر. خلق گوید جام پسر هستی شود عمرت دراز، خاک گیری زر شود رحمت به استاد و پدر. هم دخترم عزیز است، پسر هم عزیز است. باور کنید من 5 پنجه دارید، اینش گزید اینش در میکند، اینش را گزید اینش در میکند. بعضی ها خفه میشوند که برای چه همین عائله من پسر تولد نکرد و دختر تولد کرد. ما باید خفنی، باید خرسند شویم که الله به ما همین دختر بچه را داد. من در چندین معرکه ها گفتم، باز میگویم: مشو غمگین اگر دختر بزادی، که با دختر بود پیوسته شادی. بسی دختر خود صاحب تاج گردد، به عشقش 100 پسر محتاج گردد. ای رحمت. این به سوالی ما البته جوابی انیق شد. آن سروده که سمرقند را بسیار زیبا ترنم کرده است،
بیا خوش دلنشین، جوشی بهاران در سمرقند است. میخواستم از همون مصرع ها برای مخلصان کمی اش را زمزمه کنیم. این شعری استاد جودتی به فکرم، اگر خطا نکنم. من در کتاب ترانه های سمرقند خواندم من همین شعر رو. همین شعر حسین جان، من چند خیلش رو خواندم، اینه چند خیل نوشتگی. من 4 مصرعش رو از بسیار مصرعش رو میدونم، من 4 مصرعش رو گفتم. یکم بیا خوش دلنشین، جوشی بهاران در سمرقند است. گل اندام و سمنبو، لاله رویان در سمرقند است. ادا فهم و سخن سنج و رسایان در سمرقند است. بهشتی جنت آسا، باغ میدان در سمرقند است. رحمت. در حقیقت با یک مهر هم مصرع ها را آورده است. آوردن همون، اگر خطا نکنم جودتی شعر را نوشتگی. دیگه در همون کتاب ترانه های سمرقند هم بسیار مصرع ها در با دیگر خیل مصرع های هم آورده شدگی، با دیگر خیل مصرع ها آورده شدگی همین در باره سمرقند. من از یادم فراموش کردم نامی همون بسیار یک اون کس در همین ولایت در یک کاری چی بودن، نام و فامیلشان از یادم فراموش شد. شعرشان رو به من آیلشان آورده داده بودن. همه من şehirler zebası güzel Samarkand, dillerde yangregen gazel Samarkand, istiklal nuriden buldin nurafşan, sulu kakullerin yuvar zarafşan. Dünyaga tanılgan afrasiyabsan, vayronalar ichra nurli oftobsan. Turon mamlakatin poytaxtisan, Turkiston xalqining iqbol baxtisan. نمی‌بینید در حق سمرقندی ما چنین مصرع‌های عجایب 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 عجایب. تشکر. عجایب. و آخران سوال و همچون پند برای مخلصان و شاگردانی که شما را میبینند در بابت دوستی، فکر عقیده های شما باید دوست چخل باشد در زندگی؟ شما دوستی جانی را کی در کجا پیدا کردید و حالا نیز همراه شما هستند؟ دوستی جانی با شما هستند، یک یا دو نفر می شوند؟ دوستان نانی و زبانی و کیسگی ها بسیارند. البته حسین جان، دوست ها هر خیل می شوند. دوست های هستند، دوست های زبانی، دوست های هستند، دوست های نانی، لیک دوست های هستند، دوست های جانی. دوست های جانی بسیار دوست بسیار است. ما اهل صنعت در هر یک معرکه هیچ نباشد یک دوست پیدا میکنیم، لیکن ما نمیدونیم وای دوستی نانی است، دوستی زبانی است یا دوستی جانی است. باز یک چیز را من گفته گذرم، ما اهل صنعت باید شیرین سخن باشیم، کسی را از خود کم و کسی را از خود زیاد ندانیم. برای ما همه برابر. ای بای از کم بغل است، برای من فرق ندارد، برای من همه برابر است. چون که
من همین سال خطا نکنم 51 سال قلب شد که من در خدمت مردم هستم. در خدمت مردم. بیهوده نمیگویند که زبانی من دوستی من، زبانی من دشمنی من. وقتی که سخن در دهان شماست آن سخن غلامی شماست. وقتی که سخن از دهان شما برآمد شما غلامی سخنتان می شوید. باید به همین سخنتان شما جوابگر باشید و جواب دهید. البته دوست، البته گفتیم که ما اهل صنعت بسیار دوست ها داریم، لیکن من بسیاری اینها رو دوستی جانی میدونم. بسیاری دوستام من نگفتم که زبانی شیرین مار را از خانهش برآورده است. باید آدم شیرین سخن باشد. عسل شیرین است یا زهر؟ البته عسل. البته اصلا برای همین آدم ها باید به قدری همدیگر رسند، دوستی را مستحکم دارن. برای همین آمان مچان، من با اون شاعری بزرگ، بسیار انسان بزرگ بودن، هم صحبت شدگی، مصرع‌های آوردهشون منه: do'st qadrin asrang yoronlar, tutmang endi dayr ishin osonlar. Sotmangiz do'stlarni bir aybi uchun, chalg'itib yalg'on to'la bozorlar. Odamig'a husn erur so'zu ishi, naf'i yo'q tuproqdadur ko'p konlar. من خیلی در حقی دوستی بسیار عجایب نوشتگی. حسین جان، و برای شما از نام کل مخلصان تشکر، عرض سپاس می‌رسانیم. یک برنامه خردکک ما را نور و صفا آوردید و بخشیدید. امروز البته عزیزان همراهی ما بودند استاد صنعت، استاد ما، هنرمندی بهترین، هنرمند انسانی، استاد سلیم جان غیاسف. و در کامنتاریا ها در شرح نویسید که مهمان نوبتی ما که شود و چنین صحبت گرم و بهترین را پیشکش شما کنیم. همراه شمایان خداحافظی میکنیم. استاد عزیز هزار رحمت برای تشریفتان. همیشه مانند امروز جوان و 18 ساله شده در سر ما شاگردان ساق و سلامت گردید. سلامت باشید. حسین جان، من یک چیز را در آخر گفته گذرم برای مخلصان، برای شنونده های عزیزم. از ما یگان قطره کمیگری ها شده باشد، ما البته از شنوندگانم، از مخلصانم عذر می خواهم. به همتان سلامتی، به عائلتان تنجی و آبادی، وطن ما، ازبکستان ما، شهری باستانی ما همیشه تنج و آباد، گل گل شکوفان باشد الهی. تشکر. تا بازدید. صحتمند و سلامت باشند. تشکر. خوش آمدید.